فاسدات و مفسدات را میفهمی، این همه علم هست. رسول معظم اسلام فرمودن هر کسی فر ندارد، هر نفری میبراید از خانه برای طلب علم، فهو فی سبیل الله، اون انسان در راه خداست. نفسش عبادت است، نشستش عبادت است، تلفظش عبادت است، خوراکی میخورد هم فایده است و هم عبادت است. فهو فی سبیل الله حتی یرجع، تا بازگشتند و رفتند. و یکی از این مجلس خیر این هست که رسول معظم اسلام فرمودند الله تبارک و تعالی ملائکه های سیاحین دارد که اونها را امر میکند که در روی زمین بگرده و هر جایی که بنده های من را یافته اونها یادی از من میکنن، از احوال اونها من را خبردار کنید. الله تبارک و تعالی خودش خبیر هست، علیم بذات صدور هست، عالم الغیب هست، لیکن نظام و ترتیب کارخانه همین است. رئیس ببین زیر هر دستاش میپرسد که امروز در این جامعه و ریان و منطقه چی گپ است و حال خودش خبر دارد. الله تبارک و تعالی هم این رئیس و این محله رو و ترتیب جامعه ها را یعنی درس و سبق میدهد که شورا را من تشکیل کردم، مصلحت الله میگد من تشکیل کردم، آبادی جامعه را من تشکیل کردم. این همه وظیفه الله است و من و شما بنده های الله هستیم. الله تبارک و تعالی زیر دستاش میپرسید است که هر جایی که یافته بنده های من که یاری از من میکنن، از احوال همون بنده ها من خبردار کنه. الله تبارک و تعالی وقتی ملائکه را وظیفه دار میکرده است، اون ملائکه هم سلمنا گفته مشغول میشدین، میآمدین میافتین مثل این مجلس، دیگر ملائکه فریاد میکردین، میگفتن بیای همون محفل و مجلسی که میکافته ما یافتیم شه، بیایم قنات را زیر قنات مانیم تا زیر عرش الهی برای اهل این مجلس از خدا استغفار طلب بکنیم. ببین وقتی که مولا امام وللضالین میگوید آمین میگوید، من و شما هم آمین میگوییم. علت چی هست؟ زیرا محمد عربی صلی الله علیه و سلم فرمودند من وافق کلامه کلام الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی را که سخنش با سخن ملائک موافق بیاید، خداوند گناههای گذشتهش میبخشد. همون حالتی که امام آمین میگوید، ملائکه ها هم آمین میگویند، شما هم آمین بگوین. وقتی سخن به ملائک موافق بیاید این درجه برا باشد، اما این را خودتان فیصله کنین که ملائک دعا کند چه احوال و چه رحمت و چه انواع برکت بالای سر من و شما میبارد. و بعد از آن میگویند ربا ما بنده های تو را یافتیم، یادی از تو میکردن. الله میفرموده است بنده های من از من چی میخواهند؟ میگفتند جنت. رسول معظم اسلام فرمودند هر کسی که در یک روز 3 بار میگوید اللهم اسألک الجنه، 3 بار میگوید پروردگارا من از تو جنت میخواهم، خدا جنت برای اون نصیب میگرداند. وقتی که رسول معظم اسلام فرمودند شما از الله جنت میخواهید، فاسأل الفردوس، شما فردوس از خدا بخواهید، زیرا اون میانه جنت است، از اون نهرهای عسل است، شیر هست، آبهای صاف و مصفا است. ببین رسول معظم اسلام چه فرمودند. به همین خاطر باز میگفت از بنده های من چی میخواهند؟ میگفتن خلاصی از دوزخ. پروردگار میگفت است جنت نصیب اون طایفه و خلاصی از دوزخ، این شما شاهد باشه. بعضی ملائک میگفتن ربا در اون مجلس بعضی از اون اهل مجلس بودن و بعضی متاسفانه در ره میرفتند و در این مجلس شامل شدند، آیا احوال اونها چی میشود؟ ربا میفرموده است هرگز هم نشین های اینها بدبخت نمی باشند، من هم نشین های اینها را جنت را نصیب کردم و از دوزخ خلاص کردم. این است که حضرات میفرمایند صحبت مرد خدا مردت کند. ببین صحبت صالح تو را صالح کند. دوستان خدا خدا نباشند ولی از خدا جدا نباشند. دوستان خدا به منزله دکان عطر فروشی هستند. حالا اگر من و شما به دکان عطر فروشی رویم، اگرچه از اون عطر هم نخریم، اون عطر در دماغ ما، در لباس من و شما بوهاش میماند. اگر دوستان الله خودشانم
به من و شما اگر ندهند بوی اونها، راه اصلاحی اونها انشاءالله برای من و شما نصیب می شود. رسول معظم اسلام فرمودند میدانین بزرگ بودن شما کیست؟ از همه بزرگ و محترم شما کیست؟ هر وقتی که او را دیده الله به یادتان آمد. بدانین همون انسان دوست الله است و هر کسی که دوست الله است و الله هم در قرآن میفرماید که الله ولی الذین آمنوا، من دوست همون کسی هستم که او ایمان دارد و ندا و فریاد میزند و ملائک را آگاه میکند و تمام بشریت و مخلوقیت را آگاه میکند. آگاه و متوجه باشین. الا من آذن لی ولیا فقد آذنته بالحرب. اگر هر کسی دوست من اذیت میرساند تیار شود مقابل من جنگ بکند، که جرأت دارد که مقابل الله جنگ بکند؟ برادران اهل اسلام، ببین در این مجلس آمدن هم انواع نعمت را استفاده برده و این خیر و برکت را الله تبارک و تعالی برایمان نصیب میگرداند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الناس صنفان، مردم در نزد خدا قدر دارن، مرتبه دارن، دو طایفن، یا عالمن یا متعلم هستن. اگر مسائل را نمیدانسته الان میشنوه و از حضرات میشنوه، شما همچون تعلیم گیرنده هسته. وقتی به خانه میره به اهل و عیال، به فرزند، به دوست و برادر و رفیق بیان میکنه، شما تعلیم دهنده میشه. اون خیر و برکت از این محفل برایتان نصیب میشود. و حدیث دیگر خواندم که رسول معظم اسلام فرمودند، من مدتی 4 روز است که این حدیث را حفظ کردم، لیکن 4 روز است که من ناراحتم. حدیث چی میفرماید؟ رسول معظم اسلام فرمودند لا یجتمع شح و ایمان فی قلب رجل واحد. شح بخیلی را میگویند، یعنی حبیب خدا فرمودند در دل یک انسان ایمان و بخیلی هر دو یک جا جمع نمیشوند. هر جایی که ایمان هست بخل می رود و هر جایی که بخل هست ایمان می رود. امروز ببین چقدر مشکلات داریم. مسلمان هم هستیم، اهل علم هم هستیم، طالب علم هم هستیم. وبای عصر بالا من آمد است که قرآن اصحاب محمد را روایت می کند و بیان می کند رحماء بینهم. اصحاب گرامی بین یکدیگر با رحم بودن، با شفقت بودن. روز رحمی حضرت عمر و حضرت علی را ببین که حضرت علی هر روز می آمدن سلام می دادن، السلام علیک السلام علیک. دائم همین بود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه جواب می دادن. روز حضرت علی گفتن رسول معظم اسلام دکتر، پروفسور، طبیبه که این دنیا و آخرت ما را تبابت میکنی، جسم روح ما را تبابت میکنی، آب و روی ما را تبابت میکنی، جامعه ما را آباد میکنی. برای پدر ما قدر و نعمت و احترامش را بیان کرده، برای اهل و عیال و همسر طرز زندگانی کنستوتی را بیان کرده. امروز بیا بین من و عمر این مسئله را حل بکن. چرا جناب عمر اول من را سلام نمیدهد؟ هر باری که میرم اول من سلام میدهم، بعد از آن عمر جواب میدهد. آیا عمر از من خفه نباشد؟ یک بار از این احوال با خبر کن. رسول معظم اسلام فرمودن عمر جان ایجا بشین، برادر علی از تو این شکایت را دارد که چرا همه وقت اول من سلام میدهم بعد از آن عمر جواب میدهد. آیا عمر از من خفه نشده باشد؟ رسول معظم اسلام که گفتن، حضرت عمر گفتن ابی و ام فداک، پدر و مادرم فدای تو. من از زبان مبارکت شنیدم که خودت فرمودی بهترین انسان روز قیامت همون کسی میاد که اول سلام بدهد. من میخواهم که علی از من بهتر باشد. من هیچ غرض ندارم، رحم من وسع است. حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما، ببین بین هر دوشان یک مسئله نافهمایی بود. حضرت ابوبکر بخشش پرسید، حضرت عمر نبخشیدن. کمی در حالت یعنی غصه بودن. حضرت ابوبکر آمدن نزد رسول الله. وقتی میگه رسول الله ابوبکر تماشا میکرد، یک پاچه بروکش بالا بود، یک پاچه بروکش پایان. رسول معظم اسلام گفتن ابوبکر با کسی جنجال کرده است. عادت جنگ همی است، یک تف کشال و یک تف یعنی پایان میآید. وقتی آمد حضرت ابوبکر گفت رسول خدا بین من و بین عمر یک مسئله نافهمایی بود، حق بر جانب عمر بود، اما من بخشش پرسیدم مرا نبخشید.
رسول الله 3 بار گفتن ابوبکر تو را خدا میبخشد، ابوبکر تو را خدا میبخشد، ابوبکر تو را خدا میبخشد. حضرت عمر که ایستادن دویده آمدن خانه حضرت ابوبکر نیافتن، نزد رسول الله آمدن. وقتی حضرت عمر نمایان شدن، رسول معظم اسلام که دیدن رخساره های مبارک که میسرخ شد، حضرت ابوبکر بزانو افتید گفت حبیب خدا عیب من است. عمر میگوید عیب من است. عیب بالای خودشان گرفتند و جنجال دارند. چگونه امروز ما حرکت میکنیم عیب بالای برادر مسلمان بگذاریم؟ ببین رسول الله چه گفتن؟ اولین کسی که من را قبول کرد این ابوبکر بود. آیا شما این را اذیت میده؟ از امروز روز میگه دیگر کدام صحابه حضرت ابوبکر را اذیت نداد؟ ببین هرگز رسول الله میفرماید که بخل و ایمان در قلب انسان نیست. لیکن جمله دومیش خیلی مژده خوب هست. رسول الله فرمودن لا یجتمع دخان فی سبیل الله. ببین گفتن جمع نمی شود، یک گرد شما پاتون میبرداره چنگ می شود برای راه خدا میآیین و آتش دوزخ در یک چهره انسان هرگز جمع نمی شود. یعنی هر کسی که یک قدم به سوی خیر زده است الله تبارک و تعالی او را از آتش جهنم خلاص می کند. این هم برایتان نصیب شد. ببین حضرت داملا عجیب یک نکته را بیان کردن، به همین خاطر من در ضمن حضرت اگر ملال نباشن سخنشون علاوه دادم. به همین خاطر برادران اهل اسلام، اهل علم و اهل فضل خیلی زیادن و در آخر شما که مسجد میروی مرد مسجدی هسته بدانین که از مردای غیر مسجدی فرق دارین. روز رسول معظم اسلام فرمودن آیا من شما را یک مصلحت بدهم، اگر مصلحت من قبول بکنه یرفع به درجات، الله مرتبتون بلند میکند و در مقابل مرتبه بلند شدن خداوند گناهاتون گفت از نامه اعمال دور میکند. اصحاب گرامی همه متوجه بودند که این امر شاید خیلی دشوار باشد. رسول معظم اسلام چند تا اش را گفتن، من یک تا اش را بیان میکنم. گفتن بسیار قدم زدن به سوی مسجد. ببین قدم زدن به سوی مسجد این نعمتی هست که حتی رسول معظم اسلام فرمودن هر کسی طهارت کرد الکی ثواب نماز فرضی را میگیرد. اصحاب گرامی عرض کردند مرد طهارت کننده قدم میزند به سوی مسجد میرود و نماز میخواند، اینها چی میشود؟ حضرت فرمودند نافلة له، هر قدمش رکعت نفل است. رسول معظم اسلام فرمودند هر کسی طهارت میکند به سوی مسجد میرود و مردم نماز را خواندند، اون هم مثل همون انسان هایی که به جماعت خواندند ثوابش برابر است. شما مرد مسجدی مرد عادی نیستی، خیلی مردایی هستین که خداوند شما را یعنی مرتبه بزرگ داده است. و امروز روز فاتحه مادر است. مادر بالای فرزندها خیلی حق و حقوق زیاد دارد. حتی علما میفرمایند که جنت و دوزخ پیش الله رب العزت شکایت میکند و دوزخ میگفت از پروردگارا فرزند آدم گناه میکند، من میخواهم به دوزخ برم، اما یک بار پدر و مادر دعا میکند به برکت دعا اون تو نجات میتیری. و جنت میگفت است ربا همه آرزو میکنند میانه جنت را، اما تو من را زیر قدوم مادر کردی، مادر را از دست دادن. اما خدمتهای بعد از سر چی است؟ بعد از این دعا کردن است در حق اینها. روایت امام احمد است، رسول معظم اسلام را پرسیدند یک انسان به لغت من و شما عاق پدر و مادر است، آیا دوباره راه نجات است که از عاق شدن بازگردد؟ گفت بله. گفت اگر از دنیا گذشته باشد چه؟ آیا پدر گذشت، مادر گذشت اما از فرزندش ناراحت بود، پس راهی که حالی هم از عاق شدن دور شود؟ حبیب خدا گفتن بله. گفتن اون چی راه است؟ گفت دعا کردن. وقتی انسان دعا بکند در حق پدر و مادر الله تبارک و تعالی این را از عاق شدن دور میکند. و ترتیب دعا را قرآن چی میگوید؟ رب اغفر لی ولوالدی، پروردگار خودم را ببخش بعد از آن پدر و مادرم را. علما میگویند برای چی در دعا کردن اول خودم را ببخش بعد از آن پدر و مادرم را؟ این چه حکمت است، چه فلسفه است؟ جواب میدهند که همین هم مرتبه پدر و مادر را بلند میکند. ربا تو مرا ببخش تا اینکه دعا هم در حق پدر و مادرم قبول شود، اگر تو مرا نبخشی دعا هم قبول نمی شود. و همین خاطر ربا تو مرا ببخش.
خداوند مادر مرحومه را رحمت و مغفرت کرده باشد. ارواح عزیز فرزندان شاد و مسرور و اهل علم و اهل فضل پروردگار را از جمیع آفتهای آسمانی و زمینی در پناه اسمتش نگهبان و همچنین سر یک دسترخوان نشستن اهل علم و اهل فضل و اهل قرار خداوند در این دنیا و روز قیامت نصیب و میسر بگرداند. اولا پروردگارا این بنده ای که با سخن توفیق دادی سخن گفت، عمل کردن را توفیق را نصیب بگردان و ثانیا این پدرای عزیز را که با شنیدن توفیق دادی الها با عمل کردن هم توفیق را نصیب و میسر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه و نور عرشه محمدنی المصطفى صلی الله علیه و سلم والحمد لله رب العالمین برحمتك یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله. اینم yok. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على روح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. جامعه کعبه را که می بوسند، جامعه کعبه را که می بوسند، نه از پیله گرامی است، با عزیز چند و نشست، لاجرم از او گرامی است. صحبت مرد خدا مردت کند، صحبت هر ناسزا سردت کند، صحبت عاشق تو را عاشق کند، صحبت فاسق تو را فاسق کند، صحبت طالح تو را طالح کند، صحبت صالح تو را صالح کند. مردان خدا خدا نباشند، لکن ز خدا جدا نباشند. مردان خدا خدا نباشند، لکن ز خدا جدا نباشند. امشب دربان مرا مهمان عزیز آمدند، امشب دربان مرا مهمان عزیز آمدند. هر کسی احوال من پرسد، بگو در خانه نیست. یا رسول الله یا محمد یا محمد، یا رسول الله یا محمد یا محمد، یا رسول الله یا محمد یا محمد، یا رسول الله یا محمد یا محمد. شهر مکه ستاره باران
فرا گرفته زمین تو. شهر مکه ستاره باران فرا گرفته زمین تو. آمد امروز رضای بعثت به شانه های ختم رسول. آمد امروز رضای بعثت